سلام، چطورید؟ خوبید؟ باید خوب باشید. آقا امروز اولین ویدیو از اون روتینیه که دوباره شروع کردیم. یک شنبه، پنجشنبه. چند ویدیو قبلی میشد اولیش، ولی خوب. آقا امروز تولد موژان. اگه میپرسید که موژان کیه؟ موژان خواهر منه. امروز ما قراره بعد از ظهر بریم براش تولد بگیریم. الان فکر کنم دوباره ساعت نزدیک 3:30 و ما قراره ساعت حوالی 6-7 بریم بیرون که براش تولد بگیریم. خوشم میدونم این سورپرایز است. کادوهاش های سورپرایز. بذار بهتون نشون بدم. نگاش کن اینو. یه دونه از اینا برام تو رو خدا بگیر. تا از اینا نداشتم. مجرد بدبخت. خودم ازش استفاده میکنم. و آره دیگه خلاصه بچه‌ها این کادوشه، یکی از کادوشه و اون کادوشو من هنوز نگرفتم. میریم با هم میگیریمش و حالا تولدش هم میریم یک کافه چیزی احتمالاً. خب 100% ریاکشنش به این خیلی جذابه، مطمئنم، چون این خیلی خاصه. دوستش حالا کلا این تولد موژان تو چنل ما باشه، چون بچه حالا موژان خودش حالا خیلی بهم کمک کرده، خیلی حواسش رو هم بوده. دوستش حالا کلا تو چنل باشه دیگه. این مهربونی ها بسشه پر میشه. آره الان میرم کادو رو بگیرم. حالا اونجا اجازه میدم ما فیلم بگیریم یا نه، ولی من میرم میپرسم. اگه اجازه داد که میگه، اگه نشد یهو با کادو اینجا ظاهر میشم. احتمالاً گزینه دومه. خب ولی خب آقا اگه بدید تو چه شرایطی من دوربینو گذاشتم، واقعا سخت‌ترین کار. آقا من رفتم اونجا و کادوها رو، یعنی رفتم اونجا عروسک‌ها رو دیدم، گفتم یه چی بگیرم که خوشش بیاد. بعد بزنم بهتون نشون میدم. بعد پسر اینو موژان ورژن پسر اینو داره. من گفتم خب ورژن دخترشو براش بگیرم. حالا کنید دامن داره، فلان داره، خیلی نازه. بعد یه دونه چیز داره، یارو من نمیدونم حالا کرد تو پاچم یا نکرد، 20 تومن بوده. بچه چشمندشه، بذار براتون چشمندش هم بذارم. من مثلا معلوم نیستم استاد. سلام هلو. وای دیگه رد داده مغزم. روی 870 نبضم، نصف طرفدارم خارج از مرز. وای دیگه رد داده مغزم، روی 870 نبضم، نصف طرفدارم خارج از مرزم. برای کادوی بعدیش من هندونه گرفتم. هندونه پا داره بچه ها. پاشون تو اینجوری بذاری، اشیا رو ساب کنی، اشیا بویی رو ساب کنی، دیپش. آره دیگه امیدوارم خوشش بیاد واقعا. یعنی الان کادومون به علاوه اون گله شد این. بعد که آره دیگه امیدوارم خوشش بیاد. تولد کلی مبارک باشه. چقدر گرون شده عروسک بچه. حالا من قیمت رو نمیگم چون ویدیو رو میبینن. چقدر گرون شد. ولی واقعاش خیلی بیشتر از ایناست. الان ما اینا رو میبریم خونه و بعد اگه کمو کسی هم هست ببخشید، من اولین ویدیومه که دارم تنها یه حالت ولاگ تور میگیرم. امیدوارم خوشتون میاد و بوس. الله اینو میبینی؟ درس داره بغلش اینها. ولاگ داری میگیری؟ تولد مبارک. اصلا معلوم نیست با پاس داره. فتندیه. هی کامل یوتیوب ها. چه کادویی. Oh my god, what is that? Oh my god. Oh my god. باشن انقلاب بچه سلام. ارمای جدم نیستی در حدم. بچه واقعا اینو که من استفاده میکنم. با دهنش نکن. نه نگاه کن. الان میخواد با بتفاقش بریزه. کادوی من بچه من دیدم تو این کادو رو داری، یعنی تو یه ورژن دیگه شو داری. من رفتم برات یه ورژن زنونش رو گرفتم. و چشمند داره، نگاه کن. چشمندش 20 تومن بود. چشمندش اشتباهی که من کن. وای چقدر خره. خیلی خوشگله. خیلی ممنونم. دوستش داشتی؟ خیلی خوشگله. خیلی خوشمزه. بچه مشابه سالن 90 تومنی اینجا. بازیه.
خدایی 190 تومنه. خدای چی؟ 190 تومنه. یه دست ببین یهو اینجا کلپ بزنن تا غذا بیاد. بچه 1 2 3 اینو بزنه غذا. الو غذای ترانزیشن. بسیار مال من گوشت من بیشتر از مال توه. عوض نکنی. بدبخت. غذای آره مایدان واقعا. هم بگیر خیلی جذابه. بچه‌ها کباب چقدر داریم کنارش چیزی داره. و کشک بادمجون واقعا کشک در بادمجون سال 2000 ادایی. خیلی ادایی. کشک بادمجون امسال ادایی. چی همه کشک بادمجون خوره؟ این چیه بابا؟ نمیدونم من نخوردم اونو تا حالا. مشابهمون رو هم شد 1 تومن. بابا قیافه نه یه من جور نخورد. کافه. بچه کشک بادمجون. چقدر جذابه. بچه‌ها این بود از تولد مجان. اگه لایک کنید، ساب کنید و یادتون نره که داستان بوی چی